اگه یه شب داشتی رانندگی میکردی نیومدی یارم سر قرار، دلم دوباره شد بیقرار، دلم تو تنگه بس و یه پلیس با چشمای قرمز کنار جاده دیدی که داره بهت ایست میده، سرد باش. اون برای محافظت از تو اونجا نیست، ولی سعی نکن فرار کنی. 26 هر واکنش سریعی نشون بدی اون گیرت میندازه. جدی میفرمایی؟ اگه کارایی که میگم انجام بدی میتونی جلوی اتفاقی که قراره بیفته رو بگیری. مشکل داری بینا، داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خوش میدی بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. آروم ماشین رو نگه دار، ولی اصلا ازش پیاده نشد. وقتی بهت نزدیک تر شد و اومد کنار شیشه، زود درها رو قفل کن. تو چشماش منم نیستی، ببخشینو نگاه نکن. اگه ازت پرسید میدونی چرا نگهت داشتم؟ چه دافی بخورینه بخورینه لیست زمین. اصلا جوابشو نده و فقط سرتو تکون بده. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم. وقتی گوشیت زنگ خورد و دیدی شماره خودت افتاده روی صفحه، به هیچ وجه جواب نده، چون همیشه اونه که پشت خطه و میخواد راضیت کنه در رو باز کنی. وقتشه که بری به جشن بازنشستگی جیم گوردون. چی؟ نموخام فقط سریع گوشیت رو خاموش کن. وقتی دوبار به شیشه زد و ازت خواست از ماشین خارج شی، زود صندلی ماشین رو بخوابون و خودتو به خواب بزن. اگه باور کنه خوابی، شاید باهات کاری نداشته باشه. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزاج. شاید اگه یه شب داشتی رانندگی میکردی نیومدی یارم سر قرار، دلم دوباره شد بیقرار، دلم تو تنگه بس و یه پلیس با چشمای قرمز کنار جاده دیدی که داره بهت ایست میده، سرد باش. اون برای محافظت از تو اونجا نیست، ولی سعی نکن فرار کنی. 26 هر واکنش سریعی نشون بدی اون گیرت میندازه. جدی میفرمایی؟ اگه کارایی که